پادکست زنان ایرانی در طراحی گرافیک به نقش زنان پیشرو ایرانی در این عرصه اختصاص دارد و از طریق مصاحبه با زنان برجسته و هنرمند تاثیر و اهمیت آنها را در تاریخ طراحی گرافیک ایران و جهان بررسی می‌کنیم. Iranian Women in Graphic Design podcast is dedicated to the role of influential Iranian women in this field. Through interviews with prominent women, we explore their impact and significance in the history of graphic design in Iran and the world. سلام، من روشنک کیقوبادی هستم و امروز 13 فروردین 1403 هست. مهمان امروز من پریسا تشکری هست. پریسا در سال 1352 در تهران به دنیا آمد و طراح گرافیک، استاد دانشگاه و دارای مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکترای افتخاری در رشته طراحی گرافیک است. پریسا کار حرفه‌ای خودش رو در دفتر گرافیک ویژه و آژانس تبلیغاتی داربک شروع کرد و بعد از اون کارش رو در استودیوی شخصی خودش ادامه داد و تا به حال با سفارش دهنده های مختلفی مثل نشر کاروان، نشر نی، نشر مرکز، شهرداری تهران، سازمان محیط زیست، مؤسسه محک و رادیوی KGNU و دفتر فرهنگ و هنر شهر بولدر در ایالت کلرادو کار کرده و برنده جوایز متعددی در داخل و خارج ایران بوده. پریسا در ایران در دانشکده صدا و سیما، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد و در آمریکا در کالج رسانه، ارتباطات و اطلاعات دانشگاه کلرادو تا به امروز تدریس کرده و سابقه عضویت در هیئت‌های داوران مسابقات و رقابت‌های بین‌المللی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی زیادی رو در کارنامه خودش داره. پریسا از سال 1391 تا 94 عضو هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و عهدهدار بخش نمایشگاه‌های این انجمن بود. برگزاری هفته طراحی گرافیک لهستان در تهران، پروژه تحقیقاتی طراحی جلد کتاب ویترین به همراه مجید کاشانی و نمایشگاه پوسترهای دیوارکوب به همراه امیرحسین قوچی‌بگ از دیگر فعالیت‌های پریسا هستند. پریسا در حال حاضر در شهر بولدر در ایالت کلرادو آمریکا زندگی و کار میکنه. سلام پریسا عزیز، ممکنه که برای ما در مورد راهی که دنبال کردی و سفری که طی کردی تا طرح گرافیک بشی صحبت بکنی؟ سلام روشنک جان، همچنین سلام میکنم به کسایی که دارن این صحبتهای ما رو گوش میدن. در واقع سفر من از مثل خیلی از دیزاینرهای دیگه از میشه گفت سالهای دبستان شروع شده. زمانی که من خودم نمیدونستم ولی مادرم و پدرم مشاهدهگر این بودن که من خیلی علاقه دارم به نقاشی و طراحی و خیلی هم با من مشکل داشتن سر این داستان، چون من همواره دنبال حاشیه کتابان بودم که اونجاها در واقع طراحی کنم یا کامل کنم یه تصویر رو. بعدها توی دبیرستان خب من به خاطر اینکه خانواده‌ام فکر می‌کردن که درسم خوبه، بهتره که رشته تجربی و ریاضی رو دنبال کنم. در واقع من اونجا بود که معلم‌های فیزیک، زیستشناسی، هنر متوجه شدن که من خیلی علاقمندم به نقاشی، چون که یادم سر کلاس خانم آزادی که زیست شناسی به ما درس میدادن و امیدوارم سالم باشن هر جا هستن،
ایشون فهمیدن که من خیلی علاقه دارم به گچهای رنگی ایشون و قبل از کلاس همیشه گچها رو در اختیار من قرار میدادن تا موضوع اون روز کلاس رو من یه رو قبلش طراحی کنم، حالا یا گوش بود، چشم بود یا جانوران و گیاهان، و من خیلی لذت می‌بردم از این کار. بعدها در دبیرستان ما رو بردن به یکی از هنرستان‌های خیلی معروف تهران که توی تجریش بود و من اونجا فهمیدم رشته‌ای به اسم رشته گرافیک وجود داره و فهمیدم که خیلی اون جذابه. در نهایت من تونستم توی دانشگاه در واقع دنبال کنم رشته گرافیک رو. به کلاس‌های در واقع آماده سازی بچه ها برای کنکور مکعب رفتم و اونجا استادای خیلی خوبه مثل آقای ایمانی، مثل آقای شریف آبادی، مثل آقای هاشم تقوی و آقای کیانیان، آقای نامجو داشتم که کلن با دنیای گرافیک منو آشنا کردن و من در نهایت وارد دانشگاه آزاد شدم با رتبه 6 که همه تعجب کرده بودن چرا من در دانشگاه سراسری قبول نشدم. و راه من از دانشگاه آغاز شد. یعنی من اونجا علاقه‌ای که به این رشته داشتم باعث شد که من خیلی بیشتر و سخت کوشتر کار میکردم، چون اصلا همه چیز برای من جالب بود، همه چیز برای من جذاب بود. خیلی از کارهایی که شاگردها در هنرستان انجام داده بودن و شاید برای اونا دیگه یه جورایی کسل کننده بود در دانشگاه، برای من یک دریچه‌های جدید بود. برای همین من شاید 2 برابر بچه‌های دیگه کار میکردم تا بتونم که لذت می‌بردم از کاری که داشتم انجام میدادم. و خب به دلیل شرایط مالی اون دوره پدرم که با یک در واقع مشکلاتی در بیزینس و تجارتشون مواجه شده بود، من مجبور بودم از ترم 2 کار کنم که همین به من خیلی کمک کرد که تجربه های بسیار زیادی توی طراحی، توی گرافیک بیشتر از بقیه کسب کنم. خیلی خیلی یه جا خوندم که در زیست شناسی و پرستاری داشتی وارد می شدی. در دانشگاه قبول شدم و خب اینو به اطلاع کسی نرسوندم چون پرستار هنرمند. پریسا چه زمانی تصمیم گرفتی استاد طراحی گرافیک بشی؟ فکر میکنم از همون زمانایی که من دانشگاه میرفتم، یعنی خب من خیلی استادای خوبی داشتم، واقعا مفتخرم که حتی باورتون نمیشه استادهایی که به نظر بچه های دیگه فکر میکردن اینا خیلی خوب درس نمیدن، چون من تجربه گرافیک رو نداشتم برای من جالب بود و همیشه اینها یه چیزایی داشتن برای من که من ازشون یاد بگیرم. بنابراین از در عین حال که یاد میگرفتم شیوه های تدریس اینها برای من خیلی جالب بود. فکر میکنم اولین بار سر کلاسای آقای امرالله فرهادی بود. ایشون خیلی دیسیپلین داشتن در آموزششون. من سال 4 ترم آخر که در واقع میشه گفت الان بهش میگیم پورتفولیو ریویو، توی اون کلاس بود که ما آخرین پروژه های خیلی حرفه‌ای رو کار میکردیم و ایشون یه دستیاری داشتن با خودشون میومد. ایشون یادم نیست دقیقا اسمشون چی بود ولی می اومدن سر کلاس و دستیار ایشون هم خیلی دیسیپلین داشتن و تمام جلسه ها در واقع این اساینمنت های ما رو می آوردن، تیک می زدن که ما چه کارهایی رو اون روز انجام دادیم و خیلی طبقه بندی شده. ما یک کمپین، یادم 1 یا 2 کمپین طراحی گرافیک دیزاین و همچنین یه کمپین تبلیغاتی توی اون کلاس انجام دادیم و خیلی جالبه براتون بگم انقدر آموزش ایشون جالب بود که بعد من بعدها فهمیدم که ایشون چقدر آدم مهمی هستند در طراحی گرافیک ما و صاحب بهترین کمپانی گرافیک دیزاین و تبلیغاتی اون زمان که ویژه بود هستن. و خب تقریبا 1 ماه بعد از اینکه ما کلاسمون با ایشون تموم شد با من تماس گرفتن منشیشون و گفتن که آقای فرهادی از تو و 2 نفر دیگه خواستن که برید به کلاس بعدی ایشون و پروژه هاتون رو در واقع پرزنت کنید که چه کارهایی در کلاس قبلی انجام دادید.
و همون پروژه دستی که من توی اون کلاس انجام دادم باعث شد که من توی ویژه گرافیک استخدام شدم با دوست عزیزم و همکارم که با هم چندین سال همکار بودیم، خانم مریم افسر. ما 2 نفر از کسانی بودیم که بین فکر میکنم 10 یا 15 نفر دیگه از دانشگاه‌های مختلف دعوت شده بودیم که مصاحبه بشیم برای کار کردن در ویژه گرافیک. ویژه گرافیک خیلی خیلی پله ترقی بود برای من، چون بسیار کمپانی حرفه‌ای بود و خیلی کار کردن در اونجا دوست داشتنی بود. میتونم بگم بهترین سالهای کار من در زندگیم، بهترین همکارایی که داشتم در اون کمپانی بود و ما خیلی یاد گرفتیم. حدود فکر میکنم 55 تا 60 تا کارمند داشت. یعنی خیلی خیلی جالب و حرفه‌ای بود و از خود آقای فرهادی هم خیلی چیز یاد گرفتیم و کسان دیگه‌ای که اونجا بودن. آقای شهرام گلپریان بودن، آقای زرگامی بودن، مهمون‌های زیادی می اومدن برای فیلم سازی. یادم آقای مثلا مانی حقیقی می اومدن برای بخش فیلم سازی و ما با اینها همیشه در ارتباط بودیم و کارهامون رو پرزنت می کردیم. پس این باعث شد که علاقه پیدا کنی به درس دادن و تدریس. دیگه همون جاها بود که بعد من تصمیم گرفتم که برم فوق لیسانسمو ادامه بدم. خب توی فوق لیسانس هم باز خیلی استادای خوبی داشتم. من پروژه لیسانس هم رو با آقای علی رشیدی دادم در واقع و اون سالی که فارغ التحصیل شدم از دانشگاه سال 1998 بود و باز این چانس رو داشتم، این شانس رو داشتم که با ایشون آشنا بشم. و ایشون هم خیلی روش جالبی داشتن برای تدریسشون، چون آمریکا درس خونده بودن و ایده های جدیدی رو وارد کلاس میکردن و خب داشتن تمام این استادای خوب که باهاشون هم کار میکردم هم پروژه هامو میگذروندم باعث شد که من تشویق بشم برم فوق لیسانس بخونم و دوباره فوق لیسانس همو که تموم کردم اون موقع بود که دیگه میشه گفت یه طراح کاملا حرفه‌ای شده بودم، چون 4 سال بود که من در ویژه کار میکردم، همزمان داشتم فوق لیسانس میخوندم و اون موقع بود که یادم آقای رخشان مدیر گروه گرافیک دانشگاه آزاد بودن، ایشون لطف داشتن و منو دعوت کردن تو دانشگاه آزاد 2 کلاس درس بدم. یک کلاس بسته‌بندی در گرافیک دیزاین و یک کلاس گرافیک دیزاین 2 یا 3 بود که شامل همه چیز بود، لوگو، طراحی لوگو، طراحی پوستر. و من خیلی دیدم نه من خیلی دارم لذت میبرم از این کار، در عین حال که کار گرافیکم میکردم و بچه ها هم میگفتن که تو معلم خوبی هستی، خیلی خوب اون چیزایی که در واقع داری یاد گرفتی داری استفاده میکنی رو میتونی بیاری تو کلاس ها و درس بدی. و یادم من وقتی که کارم در کمپانی ویژه گرافیک تموم شد، من آقای رشیدی با من تماس گرفتن و از من خواستن که من برم و داروک با ایشون کار کنم. داروک کاملا یه فضای دیگه ای داشت، یه در مقابل ویژه اون موقع کوچیک‌تر بود، ولی بعداً که در واقع ویژه دیگه ادامه نداد به عنوان آژانس تبلیغاتی، داروک میشه گفت حرف اول رو میزد و کمپانی هی بزرگ و بزرگتر شد و آتلیه ما هم بزرگتر شد. در همونجا خب من دوباره انگار از صفر شروع کردم، خیلی زیاد یاد گرفتم از در مورد لیات. خب خانم شهرزاد اسفرجانی اونجا بودن، فهمیدم که زنها چقدر قدرتمندن، چقدر واقعا خیلی میشه گفت الهام بخش بود وجود ایشون در اونجا و خیلی از خانم‌های دیگه‌ای که اونجا کار میکردن در نقش‌های مختلف. خب هر پروژه‌ای که ما کار میکردیم توی تیم در آژانس تبلیغاتی این برای ما آموزشی بود، چون ما با افراد مختلفی کار میکنیم. در این حال که خانم اسفرجانی یا آقای رشیدی یه جورایی منتور ما بودن در اون گروه و به ما آموزش میدادن، ما همچنین از کمپانی‌های دیگه که با ما کار میکردن مثل یونیلیور
که من با برندهایی مثل لوکس، مثل سونی اریکسون، مثل داو کار کردم. خود مدیر پروژه هایی که از خارج از ایران می اومدن و برای ما ترینینگ میذاشتن، دوباره اونا ما رو یک آموزش لول دیگه ای میدادن و همینا باعث شد که من در مسیر منتورشیپ قرار بگیرم و کم کم همون دیسیپلین رو وارد کلاسام کردم و فکر میکنم که خوب هم بود. و وقتی که دوباره مهاجرت کردی اونو ادامه دادی و الان داری درس میدی، از همون تجربه هایی که داشتی خیلی استفاده کردی فکر میکنم. بله، 100%. من هرچی که در واقع اون در ایران ساخته بودم و پرورش پیدا کردم، اونا به من اینجا خیلی کمک کرد. درسته که یکم سخته وقتی که آدم وارد کشور بزرگی مثل آمریکا میشه و باید اینجا دوباره از صفر شروع کنیم، چون اینجا کشور پهناوریه. من همیشه میگم ما مثل یک قطره میشیم در یک اقیانوس، مخصوصا برای کسی مثل من که یک میشه گفت طراح یا آرتیستی بودم که شناخته شده بودم، در واقع جا افتاده بودم در ایران، مشتریای خودم رو داشتم، همکارای خیلی خوبی داشتم، دوستای بی‌نظیری داشتم که هنوز با هم در ارتباطیم. یک کامیونیتی دور من وجود داشت که خیلی بر من با ارزش بود. وقتی که من وارد آمریکا شدم در سن 43 سالگی، خب من همه اون کامیونیتی رو از دست داده بودم و باید از صفر شروع میکردم. باید تازه میرفتم گفتم من کیم، من چیم، چیزی که در ایران من خیلی انجام ندادم، بیشتر دیگران اومدن سراغ من، ولی اینجا من تازه باید شروع میکردم کارهای در واقع مجانی انجام دادن برای مؤسسات مختلف. اینجا خیلی فرهنگ فرق میکرد، ولی من در اینجا در نهایت با یک آدمی آشنا شدم که مثل بقیه کسانی که تو زندگی من خیلی مهم بودن، اون آقا هم خیلی مهم بود. قبل از اینکه به اون در واقع فرد که خیلی در زندگی در واقع فرهنگی من در خارج از ایران تاثیر داشت بپردازم، دلم میخواد از یه نفر دیگه تشکر کنم که منو در مسیر خیلی درستی در طراحی گرافیک قرار داد. استادم رضا بدینی، دوست عزیزم. من بعد از دانشگاه رفتم کلاسای ایشون، کلاسایی که داشتن در دفترشون، و همیشه مدیونش هستم، چون که گرافیک هنرمندانه و مسئولیت پذیری رو در گرافیک ایشون به من یاد دادن و من با تمام اون بک‌گراندایی که در تبلیغات داشتم، در طراحی تبلیغاتی، وقتی که وارد کلاسای ایشون شدم وارد یه مرحله دیگه ای از زندگیم شدم که اون گرافیک دیزاین جهانی بود و اون ارتباطاتی بود که در جهان وجود داشت و من تقریبا ازش بیخبر بودم و ایشون منو در یک مسیر خیلی جالبی قرار دادن و منم با تمام وجودم اینو پذیرفتم و واردش شدم و این مسئولیت منو خیلی سنگین‌ترم کرد. یعنی پوستری که من طراحی کردم برای آسمان آبی سال 2002، این پوستر چندین جایزه برنده شد و برای اولین بار رضا بدینی به من گفت که نمایشگاه‌هایی وجود دارن که تو میتونی کارتو بفرستی و حتما این کارو بفرست، چون این کار خیلی زیباییه و خیلی فکر پشتشه. و من شاید تا اون موقع اصلا توجه نکرده بودم، چون اون کار بخشی از کارهای پروژه لیسانس هم بود که با آقای رشیدی کار کرده بودم و فکر میکردم خب پروژه لیسانس رو انجام دادم و تموم شد، ولی ایشون دید من رو به جهان باز کرد. برگردیم به زمانی که من وارد آمریکا شدم. من تا چند سال بیشتر کارهای در واقع رندوم انجام میدادم، کارهایی که پابلیک آرت، یعنی کار برای هنر، برای شهر و برای مردم. چند تا از این نمونه ها رو انجام دادم، کارهای اینستالیشن بودن. بعد شروع کردم کارهای گرافیک کوچیکتر انجام دادم با دوست بسیار عزیزم اریک بولت که من رو در آمریکا پذیرا شد. طراح گرافیکی بود که در مکزیک ملاقاتش کرده بودم و بسیار مهربان و انسان بود و به من کمک کرد در اینجا. با اون چند تا پروژه انجام دادم.
تا اینی که و در همون زمان استادای زیادی منو دعوت میکردن به دانشگاه‌های آمریکا که سخنرانی کنم یا توی اروپا. ولی هنوز برام کافی نبود، انگار هنوز من اون جایگاهی رو که دلم میخواست پیدا کنم هنوز پیدا نکرده بودم. در اون زمان من در یک کامیونیتی کالج، یعنی کالج هایی که سرتیفیکیت میدن، یعنی فوق دیپلم میدن، کار میکردم و خیلی هم دوست داشتم فضاشو. بچه ها خیلی دایورس بودن، از بک‌گراند های مختلف می اومدن. و تا اینی که یه روز گفتم نه، من باید وارد دانشگاه کلرادو بشم. این اولین چیزی بوده که من در واقع وقتی اومدم کلرادو دوست داشتم این کار رو انجام بدم، چون دیگه حقیقتا کار در کمپانی تبلیغاتی برای من یه جورایی دیگه تموم شده بود. من انجام داده بودم اون بخش کار در شرایط استرسی خیلی زیاد. بعضی وقتا تو ویژه گرافیک ما تا 12 شب مجبور بودیم کار کنیم چون پرزنتیشن داشتیم. واقعا هر چیزی زمانی داره و من دیگه تموم کرده بودم اون دوره رو. و تا اینکه یه روز یه در واقع همجور که سرچ میکردم متوجه شدم که یه پروگرامی هست به اسم Master of Communication Design، Strategic Communication Design در دانشگاه بولدر، که آقای به اسم دیوید اسلیدن اونجا در واقع دایرکتور، مدیر این پروگرام بوده. من با ایشون ملاقات کردم، ایشون با سگش اومد تو همون استودیویی که در واقع درس میدادن. زیادم به نظر اینا همون تفاوت‌های فرهنگیه، به نظرم نمی اومد زیاد به حرفای من گوش بده ولی گوش میداد در واقع. و من گفتم من پول ندارم بیام این پروگرامه، ولی میخوام بیام این پروگرام رو کامل کنم، کلاس های اینتراکشن دیزاین، UX UI دیزاینتون رو بگذرونم، ولی میخوام ببینم چجوری میتونم وارد این پروگرام شم. در واقع من میخواستم فقط وارد اون پروگرام بشم که کانکت بشم با دانشگاه کلرادو که میگیم CU بولدر. و وقتی که ایشون به من گفتن خب بذار کاراتو ببینیم، کارهای منو چند تاشو دیدن، کارهای دانشجوهای منو دیدن، گفتن که چرا نمیای بر ما درس بدی؟ تو نیاز نیست که به ما پرداخت کنی، بیا و به ما درس بده. این خیلی داستان جالبی بود که من برای هر کسی، خود آقای اسلیدن برای خیلی این داستان رو تعریف میکنه و این اهمیت کانکت شدن به آدم ها رو نشون میده. من یادم این داستان رو من چند سال پیش شنیده بودم که برای آقای شیوا و میلتون گلیزر اتفاق افتاده بود و یه جوری انگار اون داستان برای من تکرار شد و برای من غیر قابل باور بود. و فردای اون روز اون آقا به همه اساتید اون پروگرام، اون در واقع پروگرام آموزشی زدن که پریسا فکولتی جدید ماست و به من یک کلاس دادن در اونجا که من درس بدم و گفتن هر کلاسی رو که دوست داره اجازه بدید که مجانی در اون کلاس بشینه. که من رفتم یکی دو تا کلاس رو در واقع مرور کردم کل ترم و بعدش یه 6 ماه بعد من استخدام شدم در دانشگاه کلرادو و الان حدود 1 ساله که من جای آقای اسلایدن در واقع مدیر اون پروگرام هستم، چون قبل از سال قبل که من شدم دایرکتور 1 سال ایشون منو ترین کردن و گفتن که من از روز اول که تو رو دیدم میدونستم که تو کسی هستی که میتونی با اون شور و انگیزه‌ای که داری و ارتباطات و فعالیت هایی که توی دیزاین داشتی میتونی آدم بعدی باشی و ایشون این کار رو به من سپردن. حالی تبریک میگم بهت. این برمیگرده به اونجایی که من خوندم، چیزایی که صفتهایی که برای خودت گفته بودی: سختگیری، سختکوشی، در این حال انعطاف پذیری، ماجراجویی، تنوع طلبی، همه اینا رو تو این داستان برای ما گفتی. آره درست میگی، این حرفا خیلی جالبه. سوال بعدیم در حقیقت به این جوابی که تو دادی ربط داره. میخواستم بپرسم آیا یه نقطه عطف کلیدی در کارت وجود داره که تو رو به هنرمندی که امروز هستی تبدیل کرده؟ بله 100%. فکر میکنم اولیش همون سال 2002 بود که اون پوسترم برنده شد
دوست عزیزم مهدی سعیدی اولین بار به من زنگ زد و گفت میدونی اون پوستری که تو فرستادی فلانجا توی اوکراین فورت بلاک برنده شده و من تا به اون روز مثلا مهدی سعیدی رو نمیشناختم متاسفانه و بعدم فهمیدم که اونم طراح خیلی فعالی بوده و گفت که منم همیشه کار میفرستم و تو برنده شد. من یادمه که اون شب تا صبح نخوابیدم چون که خیلی ها به من زنگ زدن تبریک گفتن. یه شرایط خاصی بود. من اون موقع در داروک کار میکردم. یه جو خاصی هم در اونجا به وجود اومد که دلم نمیخواد راجبش صحبت کنم، ولی احساس کردم از اون شب که الان وظیفه من سنگین تر شده. تو باید طراح بهتری بشی از امروز، چون که الان کم کم آدما تو رو میشناسن. و چند ماه بعدش یادمه که بیانال 8 تهران بود، پوستر تهران، که استاد ممیز در اون زمان خیلی ها رو دعوت کردن به تهران که در واقع این در رو بگشاین به سوی کشورهای دیگه و این کار رو هم کردن قبل از رفتنشون. و دوباره همون پوستر جایزه سوم بیانال 8 رو گرفت و من اون جایزه رو خیلی افتخار دارم که از دست طراح سوئیسی روزماری تیسی دریافت کردم. تو همون جشنواره کسایی مثل شین ماتسوناگا از ژاپن، مارتین پدرسون از گرافیس و گی شوگارت رئیس اون موقع ایکوگرادا از من خواستن که کارامو براشون بفرستن و اینا چاپ کنن و اینا گفت به من قول دادن که هر در واقع حمایتی نیاز منو بکنن و اینها همیشه همه باعث شد که من خیلی سخت کوشتر تلاش کنم، چون واقعا من به این حرفه، به این رشته خیلی علاقه من بودم. اصلا نمیدونم این علاقه از کجا می اومد، ولی از اینی که یه پرابلمی که اون پرابلم، اون مشکل، حالا مشکل واقعی نیست، یک دیزاین تسک، یک پروژه طراحی، وقتی که وارد یک آتلیه میشه، چه استودیوی کوچیک چه استودیوی بزرگ، و بعد یک گروه، یک تیم یا 2 3 نفر روش کار میکنن، چقدر این جذابه و جالبه. بنابراین اون پوستر خیلی در زندگی من نقش مهمی داشت و بعدش هم فکر میکنم که همون اومدنم به آمریکا بود و ملاقاتم با آقای دیوید اسلیدن که یک نقطه عطف دیگه بود و من از یک در واقع طراح سرگردان در آمریکا تبدیل شدم به یک طراح در واقع کسی که آموزش میده طراحی گرافیک رو. و بعد الانم که سال گذشته شروع کردم به طراحی مجدد این پروگرامی که ما داشتیم و بعد از دوران کووید واقعا مشکلات زیادی این پروگرام آموزشی داشت و من شروع کردم به طراحی مجددش. ولی درسته که چند تا نقطه مهم هستن تو زندگی ماها، ولی میتونم بگم هر چیزی بر اساس اتفاق قبلی جلو میره. یعنی هر پروژه‌ای که ما خلق کردیم و انجامش دادیم، حتی اگه در اون زمان، در زمان خودش سخت بود، تلخ بود، بعضی وقتای ناهماهنگی‌هایی وجود داشت، ولی اینکه تو انعطاف پذیری داشته باشی، تلاش کنی، بتونی با یک تیم کار کنی، ما رو به پله بعدی میبره. بنابراین تمام پروژه‌هایی که من کار کردم، چه توی کلاسا، چه توی دفتر رضاوالدینی، چه توی آتلیه‌ای که کار کردم، یا تو آتلیه خودم پروژه‌ای که با دوستام خلق میکردم، مثل دیوارکوب، مثل ویترین، مثل هفته گرافیک لهستان یا هفته گرافیک تایوان در تایپه که با دوستم برادزو انجام دادم. اینا همه در واقع باعث پروژه های دیگه می شد. بنابراین من هیچ وقت در زندگیم بیکار نبودم، چون هر وقت احساس میکردم یه کوچولو وقت دارم یه پروژه خلق میکردم. همیشه فعال بودی. تمرکز خودتو در طراحی چی میبینی؟ رو چی هست که بیشتر توجه تو معکوس میکنی و علاقه داری انجام بدی تو دیزاین؟
این خیلی سوال جالبیه. من در دوره های مختلف کارهای مختلفی انجام دادم. بعضی وقتا این دست خودم هم نبوده، به خاطر جاهایی بوده که درش کار میکردم. مثلا من کارم رو با یه شرکت تبلیغاتی شروع کردم که ویژه بود و ما خیلی از مشتریای داخلیمون مثل پاکسان، مثل شوکوپارس در اون زمان کمپانی های خیلی بزرگی بودن و خب خیلی هم جالب بود کارهایی که انجام میدادیم، چون از صفر تو صد کار رو خودمون توی آتلیه انجام میدادیم. اون موقع نه ای آی وجود داشت نه هیچ چیز دیگه ای. ما تمام عکاسی ها رو باید خودمون انجام میدادیم. نمیدونم، یادم اصلا توی شرکت داروک وقتی که میخواستیم کارهای مانا ماکارون رو انجام بدیم که در واقع من مدیر هنریش بودم، ما تمام مثلا بشقاب های ماکارونی و ظرف، در واقع محصولاتی که میخواستیم عکاسی کنیم و نقاشی میکردیم کامل. اونا یه چیزای در واقع نیمه پزی بود که ما دوباره اونا رو نقاشی میکردیم و برای عکاسی آمادهشون میکردیم. برای همین تو اون دوره خیلی تمرکزم روی تبلیغات بود ناخواسته. بعد فهمیدم تو ایران یه تفاوتی وجود داره بین تبلیغات و مثلا گرافیک فرهنگی که واقعا خیلی اینجا اهمیتی نداره، ولی تو ایران خیلی این مهم بود. بعد من فهمیدم که من در عین حال که دارم اون کارهای تبلیغاتی رو میکنم، کارهای جالب دیگه ای هم دارم انجام میدم که بهش میگن گرافیک فرهنگی. چون تو ویژه که ما کار میکردیم بعضی وقتا یک مشتری های کوچولویی میومدن توی ویژه که برای آژانس نمیصرفید که اون کارا رو انجام بدن. بعد اون کارا رو در واقع مدیران می آوردن تو آتلیه. یادمه یه روز آقای زرگامی اومدن گفتن مثلا یه انتشاراتی میخواد با ما کار کنه، زیاد پول نداره، مثلا کم مقدارش، کی میخواد کار کنه؟ من داوطلب شدم گفتم من میخوام کار کنم. یه روز دیگه اومدن گفتن که مثلا دکتر اقصا که منتقد فیلم بودن گفتن ایشون یه پوستر میخواد، کی میخواد کار کنه؟ هیچ کس داوطلب نشد. من گفتم من دوست دارم کار کنم. هیچ وقت اون پروژه به سرانجام نرسید، ولی خب همینا باعث شد من خیلی تجربه کسب کنم. با آدمای مختلفی از دیسیپلین های مختلف من صحبت میکردم، کار میکردم. بنابراین در عین حال که داشتم کار تبلیغات میکردم، کار فرهنگی من گسترش دادم و همون باعث شد وقتی که من کارم بعد از 8 سال توی داروک کار کردم، یه روز آقای رشیدی منو صدا کردن و گفتن که پریسا دیگه کافیه، تو دیگه باید بری. بعد من گفتم یعنی چی؟ شما میخوای من اخراج کنی؟ گفت ببین نمیدونم، به هر معنی که دلت میخواد اینو بگیری بگیر، ولی تو به اندازه کافی مشتری داری و باید شروع کنی برای خودت کار کردن. من همیشه بعدها در اون لحظه شاید یه ذره دلگیر شدم، ولی بعدها و الان که خودم یه جورایی کار منتورشیپ میکنم میفهمم چقدر ایشون کار مهمی کردن در زندگی من. منو یک حل اساسی دادن که از اون ترسام بگذرم و این کار رو بکنم. خب بعد شروع کردم گوشه خونه خودم، اول کامپیوترم رو ستاپ کردم و پرینترم و اینا. بعد خب گفتم الان چه فرصت خوبیه، من میتونم مشتریامو انتخاب کنم. بازم در همون زمان فوکوس من فقط این نبود که روی مثلا فقط انتشارات کار کنم. هر چیزی که میومد اگه دوستش داشتم انجام میدادم. اگه یه پروژه تبلیغاتی خوب بود یا یه کمپین دیزاین خوب بود انجامش میدادم. بعد کم کم معرفی شدم به چند تا انتشارات و دیدم اون کارم خیلی دوست دارم. درآمد زیادی نداره ولی من از بخش تبلیغاتی میتونم درآمد کسب کنم. بعدش شروع کردم دیدم چقدر جالبه که تو کارهایی که انوایرومنتالن، کارهای زیست محیطی، چون من پروژه لیسانسم هم در این زمینه بود و یه ریسرچ خیلی، یه تحقیق خیلی طولانی داشتم رو کارهایی که یونسکو کرده بود. اون موقع یه مجله‌ای در میومد به اسم پیام یونسکو در ایران که من تمام اینا رو خوندم برای پروژه لیسانسم و بعد فهمیدم چقدر جالبه که روی این داستان هم تمرکز داشته باشم.
فکر میکنم الان اینجور کارها برام خیلی جالبه، که کارهایی که اینتردیسیپلینری، یعنی بین رشته‌ای، یعنی مثلا ممکنه یه نویسنده با یه مهندس، با یه کسی که فیوچریسته، فقط ایده های آینده رو میاره، و یه دیزاینر با هم یه پروژه خلق کنن. برای مثال چند سال پیش دانشگاه آریزونا به من ایمیل زدن و گفتن که ما یه پروژه‌ای داریم که میخوایم با تو کار کنیم. وقتی که من گفتم شما چطوری منو پیدا کردین، گفتن که تو یه نمایشگاهی داشتی از پوسترهات در کتابخونه بولدر، و یه خانومی که محقق بوده اومده کارای تو رو دیده و اسم تو رو فرستاده برای ما. ببینین چقدر جالب اصلا این در واقع یونیورس این اتفاق رو رقم میزنه. و بعد من شروع کردم با اینا کار کردن. یه ورکشاپ 3 روزه بود که ما دور هم جمع شدیم، یک نویسنده، یک کسی که فقط کارش طراحی شهری زیست محیطی بود، یه نفر که جانورشناس بود، و یک نفر که در واقع فیوچریست بود. نمیدونم به فارسی چی میتونم بگم اینو. یه کسی که فقط راجع به آینده مینویسه و خیال پردازی میکنه و این رو تبدیل به ایده میکنه. منم به عنوان تصویرساز یا گرافیک دیزاینر با این گروه کار کردم. همزمان که اینا صحبت میکردن راجع به ایده ها، اون کسی که نویسنده بود داستان رو مینوشت. یک داستان مثلا 3 صفحه‌ای شد و من همونجا اسکچ میزدم که کار کنم و ببینم از فکرای اینها، حرفایی که میزنن چی در میاد، که در نهایت یک کتابی شد که منم بخشی از اون بودم. چقدر عالی. پس توجه تو به صورت از پروژه تبدیل شد به یه علاقه‌ای که هنوز ادامه داره و تمرکز داری روش. بله بله. من به طور کلی من به پروژه خیلی علاقه مندم، یعنی پروژه هایی که با دیگران کار کنم، چون آدمی هم که خیلی ارتباط با دیگران برام مهمه. واقعا نمیتونم بدون دیگران زندگی کنم و کار کنم، و همیشه دوست دارم توی جمعی باشم که همه درگیرشن از در واقع بک‌گراندهای مختلف، و ما بتونیم با هم دیگه یه پروژه رو خلق کنیم که برای کامیونیتی مثبت باشه. صحبت از پروژه شد، میتونی بگی کدوم پروژهت بوده که بهش خیلی افتخار میکنی؟ فکر میکنم تا به امروز پروژه ویترین برای من خیلی با ارزش بوده. یعنی نمیدونم، خیلی پروژه جالب و جذابی بود. و این پروژه البته قبل از پروژه قبلی به اسم دیوار کوب شروع شد، که اونم پروژه خیلی جالبی بود که من و امیر حسین با هم کار کردیم. چه انرژی ما داشتیم که سفر کنیم به شهرهای مختلف، 100 تا پوستر رو در واقع می بردیم با آدمایی که می اومدیم می بردیم تو شهرهای مختلف، بودجه براشون تهیه می کردیم با کار زیادی که می کردیم، و اینا می اومدن برای طراحهای شهرهای دیگه غیر از تهران صحبت میکردن، ورکشاپ میکردن. آقای مشکی رو یادم بردیم اصفهان، آقای ادیبی رو بردیم فکر میکنم مشهد، و خیلی جالب بود. و پروژه ویترین در واقع بعد از اون اتفاق افتاد که تصمیم گرفتم با مجید کاشانی در واقع دوتایی این ایده رو با هم پروروندیم. اولش اصلا قرار نبود به این بزرگی باشه، خیلی پروژه کوچیک‌تر از این بود. قرار بود که فقط یه نمایشگاهی باشه از برگزیدگان طراحان که فقط تمرکزشون روی جلد کتابه. بعد این پروژه کم کم بزرگ شد. بعد ما دیدیم اصلا ما دیگه نمیتونیم از پسش بر بیایم، خیلی بزرگ شده. بعد گفتیم که خب پس بذار چند تا مقدمه بگیریم از آدمایی که تو این رشته در واقع خیلی خیلی دست داشتن روی این داستان و تحقیق داشتن. با استیون هلر تماس گرفتیم، بعد گفت باشه من براتون مقدمه می نویسم. یه پروپوزال کوچیک برش فرستادیم، گفت براتون می نویسم. آقای ریاضی بدون اینکه
یک قرون از ما پول بگیره، مثلا برای ما چندین صفحه تحقیق بسیار جالبی در زمینه تاریخ کتاب سازی و طراحی جلد کتاب برای ما در آوردن و بیژن سیدپوری که خیلی خیلی به ما کمک کرد در لحظه آخر. و بعد یه تیمی درست شد اطراف ما، همجوری کوچیک کوچیک. زهرا پاشایی به عنوان دبیر اجرایی کمک کرد، چنگیز جلایر یه بخش بزرگی از کار رو پیش گرفت. بعد تبدیل شد به یک کتاب این تحقیق و ما از تعداد 300 تا 350 تا طراحی که فقط جلد کتاب طراحی کرده بودن یا کتاب طراحی کرده بودن کاراشون رو جمع آوری کردیم و از بین اینها یک کمیته تشکیل دادیم با آقای شیوا، آقای فکر میکنم آقای سیفوری بودن، یادم نیست الان، آقای شیوا ولی حتما بودن، آقای حقیقی بودن، من و مجید هم بودیم. و بعد یه پروژه خیلی بزرگی شد اون، یعنی ما حدود فکر میکنم 500 طرح جلد کتاب رو توی خانه هنرمندان به نمایش گذاشتیم. 100 طراح رو در نهایت دعوت کردیم که تمرکزشون خیلی زیاد بود روی این موضوع، نه کسانی که فقط 2 تا یا 3 تا کار در واقع کار کرده بودن. و بعدش هم چند تا نشست تخصصی داشتیم در این زمینه. محمد رضا عبدالعلی بدون دریافت هیچ پولی کتاب رو برای ما طراحی کرد که کار خیلی سخته بود و بعد نشر آبان هم این پروژه رو چاپ کرد. خیلی خیلی پروژه جالبی بود که خیلی حدود 2 سال ما زمان گذاشتیم و این کار رو جلو بردیم. خب خودت فکر میکنی که چه پروژه‌ای تو رو شناخته تر کرد به همه از اون به بعد تو رو شناختن؟ نمیدونم راسته، شاید میشه گفت همون پوستر در واقع خیلی معصوم هوای پاک بود که تماما با دست انجام شده بود و یه شعار خیلی ساده داشت و در واقع دعوتی بود به اینه که به فکر نسل آینده باشیم، میدونی، چون ما همیشه میگم حالا راجع به این نسل جنزی خیلی صحبت میشه و خیلی فشار نسل‌های قبلی رو اینا گذاشتن و شاید تنها چیز کوچیکی که من اون موقع تونستم انجام بدم، هنوز خودم اون موقع بچه حتی نداشتم این پروژه رو انجام بدم چون دانشجو سال آخر لیسانس بودم، مثلا فکر کنم تازه من در شرف ازدواج بودم، ولی اون موقع فکر میکردم که این آلودگی زیست محیطی و آلودگی هوا چه بلایی داره سر بچه ها میاره و طی اون ریسرچی که انجام دادم فهمیدم که چه فاجعه ای در آینده در انتظار کشور عزیزمون ایران هست و همینم بعدها شد. من یعنی مدت‌های زیادی که در ایران زندگی می‌کردم، پسرم مدرسه میرفت کیان، خیلی وقتا تعطیل میشد، یعنی حق هوای پاک دیگه یه چیز بسیار طبیعی بود که به خاطر عدم مدیریت درست از آدمای عادی گرفته میشد. میدونم گفتی کارتو خیلی دوست داری، ولی چه چیزی در مورد کارت برات سخته؟ این که خودتو حفظ کنی، این که خیلی وقتا نبگی به خیلی چیزایی که دیگه وقتش گذشته برای تو، میدونی، و دلگیر نکنی دیگرانو. من آدمیم که خیلی برام مهمه که نسل جدید رو در واقع خیلی دوست دارم. فکر میکنم که همونجور که گفتم ما خیلی فشار گذاشتیم روی اینا و الان هم دوست دارم هر جور که میشه حمایتشون کنم، ولی بعضی وقتا مجبورم به یه سری نمایشگاه ها، به یه سری داوری ها نبگم وقتی که احساس میکنم که حرفه‌ای انجام نمیشه. و اینکه تو همیشه خلاق بمونی، اینم خیلی داستان مهمیه دیگه، که بتونی از اون چیزی که روش تمرکز کردی جدا نشی. این خیلی مهمه فکر میکنم. راستی در مورد اون
نمایشگاه ویترین یادم اومد که داورا کیا بودن. آقای قواد شیوا بودن، آقای حقیقی بودن و آقای ساید مشکی بودن و من و مجید کاشانی. گفتم یه وقت اینو درستش کنم. چرا فکر میکنی کاری که انجام میدی مهمه؟ ام، ببینید، طراحی و دیزاین همیشه مهم بوده. مخصوصا این که ما در ایران وقتی که راجع به دیزاین صحبت میکنیم بیشتر فکر کنیم دیزاین یعنی گرافیک دیزاین، ولی این نیست. من زمانی که اومدم اینجا و شروع کردم به خاطر کاری که الان دارم انجام میدم خیلی زیاد کتاب خوندن رو شروع کردم، چون من باید تمام دانشی که داشتم رو حالا در واقع اجاست میکردم، منطبق میکردم با کلمه های درست انگلیسی و در این حال خب خیلی چیزا شروع کردم یاد گرفتن. مثلا از کسانی مثل الن لاپتون یا دبی ملمن، این کسایی که واقعا، یا مایکل بیرود، پاولا شر، کسایی که همیشه تو کتابا توی ایران ازشون یه چیزایی شنیده بودیم، خیلی زمان ما راجع به اینا حرف نمی‌زدن. من بیشتر از واقعا استادای خوبم اینا رو شنیدم. خب وقتی که اینجا شروع کردم راجع به اینا خوندن و فهمیدم که چقدر مهمه که ما دانشمون رو گسترش بدیم. سوالت دقیقاً چی بود؟ دوباره بگو که من پرت نشم. اینکه چرا مهمه کاری که میکنی، دیزاین چرا مهمه، کاری که تو داری آره، میکنی چرا مهم؟ آره. بعد وقتی که این کتابا رو خوندم فهمیدم که دیزاین خیلی فراتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. یعنی یه تجربه میتونه طراحی شه، و طراحی فقط محدود به کاغذ یا وبسایت یا یه اپ دیجیتال نیست. ما میتونیم یک تجربه خیلی عادی رو برای آدما که ممکنه خیلی تلخ باشه اینو طراحیش کنیم. برای مثال در دانشگاه کارنگی ملون یک نفر که در واقع کار سی تی اسکن بچه ها رو انجام میداد، این آقا فهمید که این تجربه خیلی برای بچه ها ترسناکه و خیلی وحشت برای اینا ایجاد میکنه. بچه‌هایی که به هر دلیلی مجبور بودن سی تی اسکن بشن و برن توی اون تونل. بعد گفت خب چطوره که ما اینو در واقع این تجربه رو طراحی کنیم، و اومد تمام این دستگاه های سی تی اسکن رو یه جورایی با مثل یک سفر خیلی هیجان انگیز طراحی کرد. مثلا مثل کاریبیان یا دزدان کارائیب اینو تبدیل به یه تونل دریایی کرد، یا مدل های مختلفی، مثلا یک سافاری که بچه ها رو آماده میکرد، حتی کاستوم برای اینا طراحی کرد، یه لباس خاصی طراحی کرد که بچه ها احساس میکنن اینا یه قهرمانن که الان میخوان وارد یک سفر جالب بشن. و این بسیار از استرس خانواده هایی که بعضی وقتا مجبور بودن که اون در واقع تاریخی رو که رزرو کرده بودن و حتی عوض کنن، چون بچه انقدر تحت استرس بود که مجبور بودن یه روز دیگه بیان این کار رو انجام بدن. ببینید این طراحی برای انسانیته، طراحی برای تغییر در زندگیه. اینا چیزاییه که من فکر کنم به ما درس داده نشد در ایران و این بخشش خیلی کم بود. و ما هر چی که یاد گرفتیم بیشتر فکر میکردیم راجع به اون چیزای تصویری، کمپین های تبلیغاتی، جلد کتاب، جلد سی دی، و خیلی خیلی محدود شده بودیم که اینکه حالا حتما یه چیزی سریع طراحی کنیم امضامون رو کنارش بذاریم بدیم بره. ولی الان فکر میکنم عوض شده، دیزاین دیسیپلین خیلی تغییر کرده، دیگه یه کار تکی نیست دیگه. مثل پاول راند یا میلتون گلیزر یه نفر نمیتونه همه کار رو انجام بده و اون زمان گذشته. دیزاین نیاز داره به ترکیب رشته های مختلف و ترکیب دیدگاه های مختلف که بتونیم تغییر در زندگی آدما به وجود بیاریم. کاری که من به عنوان در واقع یک طراح آموزشگر و معلم دارم الان انجام میدم این که
به بچه های اکسپریانس درست بدم از پروگرامی که ما داریم، با آوردن استاد مناسب، استاد درست. من تمام استادایی رو که دارم استخدام میکنم برای پروگرام خودمون، همشون باید حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط با در واقع دیزاین رو داشته باشن و همچنین اینا باید تجربه منتورشیپ رو داشته باشن و همه باید از صنعت بیان. یعنی استادی که فقط تو کار ریسرچ داره تحقیق میکنه من نمیارم تو پروگرام خودمون، به دلیل خیلی ریسپکت میکنم و احترام میذارم به اون استادایی که کار تحقیقات انجام میدن، اما چون برنامه ما یک برنامه پروفشنال مستر هستش، فکر میکنم باید کسایی بیان که کار منتورشیپ رو خوب بلد باشن و بچه ها رو سریعتر ببرن به مقصدی که میخوان برسن. پریسا، دوست داری چه میراثی از خودت به جا بذاری؟ چطوری ازت یاد کنم؟ نمیدونم، هر آنچه که دیگران فکر میکنن مناسب هست و نمیدونم. یه بار عباس کیارستمی ازش پرسیدن دوست داری، همین سوال دقیقا ازش پرسیدن، خیلی جالبه. گفت دیگه بعد خودم اصلا مهم نیست کی راجع به من چی بگه و چی از من یادش باشه. خیلی حرف قشنگی زد، یکی از کساییه که خیلی دوستش دارم. و نمیدونم، یه کسی که چند تا کار مثبت واسه آدما کرده باشه. حتی اگه من تونسته باشم زندگی یک نفر رو، نمیگم تغییر داده باشم، این خیلی چیز بزرگیه، حتی تونسته باشم یک نفر رو در مسیر درستش کمک کرده باشم، فکر می‌کنم همین برای من کافیه. این جواب یه معلم خوبه. مرسی ازت. من علاوه بر معلمای ایرانی که داشتم، معلمای خیلی خوبی داشتم. یکی دیگه از کسانی که میخوام ازش یاد کنم، یک طراحی هست که مال کشور قدیم یوگسلاویه که دیگه الان اون کشور وجود نداره، چدومیر کاستاویک. ایشون در دانشگاه میزوری درس میدادن و من دعوت کردن اونجا برای یک ورکشاپ و در واقع یه سخنرانی. سال آخری که قرار بود بازنشست بشن، سال 2018 فکر میکنم. بعدن که من استخدام شدم در دانشگاه کلرادو، اینجا خب تدریس خیلی فرق میکنه. اینجا تدریس در ایران، با احترام به تمام استادایی که داشتم و خیلی عالی بودن، ولی تدریس بیشتر در ایران در واقع قرار دادن اطلاعاتی هست که اونها از مکان کارشون دارن، یعنی بیشتر شیر کردن تجربه خودشونه. ولی اینجا تدریس یک کار تمام وقته و شما خیلی خیلی باید در اون مسیر جدی باشی و مطالب درست بیاری سر کلاس، چون بچه ها خیلی تقاضاشون زیاده و همیشه شما باید آماده باشی برای سوالهایی که شما رو به چالش میکشونه، دانشت رو به چالش میکشونه و خیلی جالبه این بخشش و برای همین تو همیشه در حال یادگیری باید باشی. و من وقتی وارد دانشگاه شدم فهمیدم که من باید برنامه درسی بدم، تمام پروژه های ترم باید مشخص باشه، هر روزی که میرم سر کلاس تمام اون 15 جلسه یا اگه کلاس 2 روزه بود 30 جلسه، تمام پلن من باید مشخص باشه. یادم روز اول گریه کردم، یعنی فکر کردم من تا الان پس چیکار میکردم؟ من این همه سال درس دادم تو دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه آزاد، من فقط میرفتم هرچی به ذهنم میرسید اون پروژه رو نهایتا یه پرینت میبردم میگفتم پروژه امروزتون اینه. بعدش دیگه هیچ پلانی نداشتم. بعد زنگ زدم به همین استادی که میگم، آقای چدومیر، و هر چی که داشت در اختیار من قرار داد. و بعدش به خانم الیزابت رسنیک زنگ زدم. اینا انقدر منو حمایت کردن و به اون، یعنی واقعا همیشه ازشون ممنونم و خیلی های دیگه که اینا هر چی که داشتن خالصانه در اختیار من قرار دادن و گفتن تو آزادی که هر چیزی رو میخوای استفاده کنی و اونها همه راهگشای من شد. من هیچ وقت اون
پروژه ها و اساینمنت ها رو مستقیم تو کلاس هم استفاده نکردم، ولی اونا به من راه استفاده از اونها رو یاد دادن که در واقع همون ماهیگیری رو یاد دادن که خیلی با ارزش بود. تصور میکنی در 10 یا 20 سال آینده، حالا 20 سال شاید خیلی دور باشه، چه چیزی در طراحی گرافیک مهم خواهد بود در آینده؟ خلاقیت. خلاقیت تنها چیزیه که تا به امروز فکر میکنم ارزش خودش رو از دست نداده و این سوالیه که من خودم هم خیلی میپرسم. دیروز ما به یک استودیوی خیلی معروفی در کلرادو رفتیم که بچهای ما رو توی فوق لیسانس دعوت کرده بودن، یه استودیوی به اسم کاکتوس و در واقع اون آقای نورم شیرر که کریتیو دایرکتور اصلی اون کمپانی هست همین صحبت ها رو برای ما کرد. دقیقا من با خیلی های دیگه ای صحبت میکنم، با آدمایی که خیلی اینا تاثیرگذار بودن و هستن همچنان، راجع به داستانهایی که این در واقع AI ایجاد کرده و تمام سوالاتی که در ذهن ما، نسل قبلی، نسل آینده ایجاد کرده. فکر میکنم ماها همه اینا رو تجربه کردیم. اینا همه ترندن و یه تولزایی هن که کار ما رو سرعت میبخشن. من یادمه من قبل از اینکه وارد فوق لیسانس بشم اصلا کامپیوتر بلد نبودم. یعنی من وقتی وارد ویژه گرافیک شدم یه سوالی آقای شهرام گلپریان از من کرد تو اون مصاحبه، گفتش که تا حالا با کامپیوتر کار کردی؟ گفتم یه بار موس دستم گرفت. میخواستم بگم یعنی من تاچ کردم ایمپیوتر. بعد هر کاری ما کردیم با ایربراش بود، همه چیز با ایربراش، زیپاتون، چون من نسل بین نسل قبلی و نسل بعدی بودم که اونو تجربه کردم، همه کارا رو با دست و بعد این رو هم تجربه کردم با کامپیوتر. خب اولش خیلی همه هیجان زده شدم واو کامپیوتر، ولی اگه اون کارهای اون دوره رو نگاه کنین خیلی کارها شبیه همه. اون کارها دیگه از یاد رفتن. شاید فقط چند تا هستن به دلیل اینکه خلاقیت داشتن همچنان برای ما خیلی جالبن و جذابن، ولو اینکه از لحاظ اجرایی ممکنه هنوز ضعیف بوده باشن در دوره خودشون به خاطر تسلطی که طراحا نداشتن. بنابراین من فکر می‌کنم اون تولید ایده، کانکت کردن موضوعات به همدیگه و ایجاد یک ایده جدید از ایده های قبلی که به نظر حتی ممکنه کلیشه به نظر برسن، همچنان با ارزشه و هیچ وقت کامپیوتر نمیتونه جای مغز انسان بنشینه و همچنان ما هستیم که به عنوان یه پایلت باید از اون، به عنوان یک خلبان باید از اون استفاده کنیم. دقیقا. فکر می‌کنی جایگاه زنان در تاریخ گرافیک ایران و جهان چطوری هست؟ جایگاهشون رو چطوری می‌بینی؟ من اخیراً یه پروژه‌ای کار کردم با خانم الیزابت رسنیک که من بخشی از اون پروژه البته بودم. یک طراح دعوت شده به یک کتاب بودم که در مورد یک طراح گرافیک خانوم ایرانی باید می نوشتم، با ایشون مصاحبه می کردم و در موردش تحقیق می کردم. خیلی طراحهای زیادی در تاریخ گرافیک جهان و ایران وجود داشتن که ما از وجودشون بیخبریم. همین پروژه اخیری که خودت انجام دادی و واقعا من با تمام وجود ازت سپاسگزارم که بعد از سالها یه نفر رو دیدم که یه کاری انجام داد، چون حرفش رو زیاد شنیدم، نمیخوام نام ببرم، ولی آدم های زیادی بودن که اون موقع که خود من در استودیو خودم کار میکردم در تهران می اومدن دوست داشتن در مورد طراحان گرافیک زن تحقیق کنن، پروژه های بزرگ انجام بدن، ولی هیچ کدوم از اونها به نتیجه نرسید. و تو واقعا گل کاشتی با این کاری که انجام دادی، اسامی که جمع کردی. چه این آدم ها 2 تا کار انجام داده بودن، چه اصلا اینفلوئنسر بودن در این کار. این نشون داد که چقدر ما آدمای بی‌نام و نشونی داشتیم که
اینا باعث رشد گرافیک ما بودن. و این داستانی که ما داشتیم، تبعیض هایی که انجام شده برای طراحان، فقط در مورد طراحان نبوده، در مورد تمام مشاغل دیگه هم وجود داشته، در همه جای دنیا، حتی در خود این آمریکا که ما فکر میکنیم چقدر آزاداندیشن و چقدر همه چیز خیلی جلو رونده است یا پروگرسیو، ولی این نیستش. این نیست. الان خیلی عوض شده به دلیل اون چیزهایی که دسترس بودن مدیا، دسترس بودن سوشال مدیا، در دسترس بودن تمام در واقع تولز ها، ادوبی، اوپن سورس ها، یعنی اون اطلاعات بازی که وجود داره، لایبراری هایی که وجود داره. این داستان داره تغییر میکنه و من در برنامه خودمون که ما داریم میبینم که بعضی وقتا تعداد دخترها و پسرها همچنان دخترها تعدادشون بیشتره، ولی ما قبلا میدیدیم که در صنعت تعداد پسرها بیشتره. اما الان در دیجیتال دیزاین و اینتراکتیو دیزاین میبینیم تعداد خانوم ها هم زیاده، خانوم هایی که موفقن. و من فکر میکنم این داره تغییر میکنه و به خاطر همون در دسترس بودن اطلاعات برای همه نسل ها و جنسیت هاست و تغییر خواهد کرد تا چندین سال آینده. ولی همواره این تبعیض وجود داشته به دلایل مختلف. بعضیش تقصیر جامعه بوده، تقصیر آقایون حتی نبوده، جامعه این جهت رو میداده به اون آدم هایی که فکر میکردن که فقط، ولی همه نقش دارن در این داستان و همه باید حمایت کنن همدیگر رو. و چیزی که دلم میخواد اینجا بگم این که هیچ کس جای هیچ کس دیگه ای رو نمیگیره، هر کسی جای خودش رو داره و این تفکر رو باید از خودمون دور کنیم که واقعا ما نمیخوایم مثلا فلانی بیاد جای ما رو بگیره. نه، به اندازه همه پروژه هست، به اندازه همه کار هست و اگر شما کس دیگه ای رو حمایت کنید، مطمئنا اون هم در روزی تو رو حمایت خواهد کرد و ممکنه با هم حتی در آینده همکار شین و بتونین یه پروژه خیلی جالب رو با هم پیش ببرید. دقیقا. شاید بتونیم با یه سوال شخصی مصاحبه رو پایان بدیم. میخواستم ازت بپرسم در اوقات فراغت چی کار میکنی؟ کتاب میخونم، چون وقتم خیلی کمه. بیشتر کتابای تخصصی میخونم. الان تمرکزم روی طراحی برای تغییر خیلی زیاد، چون یک کورسی رو درس میدم به اسم Branding Design for Sustainable Future که هست طراحی سازمانی برای داشتن آینده ثابت‌تر و برای آینده پایدارتر. و این کورس خیلی جالبه. من اولین کسی بودم که شروع کردم این کورس رو درس دادن و خودم شروع کردم راجبش تحقیق کردن از کسایی مثل دن نورمن، جان مایدا. اینا کسایی هستن که خیلی راجبشون تحقیق کردم، خوندم. الان آدمای بسیار جالب تری رو دارم راجبشون می‌خونم. یه کتابی دارم الان میخونم که از استیون هلر هست به اسم سیتیزن دیزاینر که خیلی جالبه و بیشتر سعی میکنم این کار بکنم و بعد فیلم میبینم. من یه آدم حرفه‌ای فیلم بین هستم و خیلی علاقه دارم به سینمای خوب و فیلم خوب. برای همین یهویی میبینیم مثلا برای 1 ماه فقط دارم فیلم های یک کارگردان رو میبینم یا یک بازیگر رو میبینم که بهش علاقه مندم و دسترس نداشتم اون در واقع سورساشو. و آره این کارا رو انجام و هر کار جالب و خلاقی که بتونه روحیه‌مو بالا نگه داره. قهوه خوردن با یه دوست خیلی خوب، حرف زدن با دوستای ایرانم، با اینجا، با شما. خیلی هم عالی. هیچ توصیه‌ای دارید؟ حرف آخر، توصیه نهایی برای کسایی که گوش میدن. آره 2 تا چیز
که یکیشو خودم تجربه کردم و خیلی اذیت شدم. فکر میکنم که میتونم اینو شریک کنم با بقیه، به اشتراک بذارم. یکی اینکه خیلی ایدئالگرا نباشید. واقعا این پرفکشنیست بودن و ایدئالگرا بودن که من بودم، هنوزم متاسفانه هستم. مثلا میخوام همه دانشجوها موفق باشن، همشون در عرض 1 ماه بعد از گریجویشن مثلا کار خوب بگیرن در یه کمپانی خیلی خوب، گوگل، نایکی. این خیلی سخته و این اذیت کننده است. در تمام سالهای کارم من یه آدم ایدئالگرا بودم و این خیلی خوب بوده، خیلی رشد کردم، ولی خیلی اذیت شدم. یعنی فشار زیادی روی من و خانوادم وجود داشت و روی همسرم که خیلی حمید خیلی منو حمایت کرده تو این سالها. و خب این فشار اذیت کننده است بعضی وقتا برای آدمای دیگه. برای همین ایدئالگرا نباشین، فقط سعی کنین هیچ وقت گیواب نکنه، هیچ وقت وای نستین. بعضی وقتا بدوین، بعضی وقتا راه برین، بعضی وقتا خیلی آروم راه برین، ولی وای نستین. اگرم باعث شد گاهی وایسیم، اوکی بیستیم، نگاهی بندازیم به عقب، چه کارهایی کردیم، چه کارهای دیگه‌ای جلوی پیش رومونه و میتونیم انجام بدیم و چه جوری میتونیم موثر باشیم. من همیشه به بچه هام میگم توی دانشگاه، میگم اصلا مهم نیست که شما یه تیکت کوچولوی باس طراحی کنید یا بشید طراح مثلا برند آیدنتیتی المپیک. هیچ اهمیتی وجود نداره. بله اون خیلی جالب تره، خیلی جذاب تره، ولی در این حال کار یه نفر هم نیست. شما ممکنه یک زنجیر کوچیک از یه زنجیره بزرگ باشید تو اون پروسه، اما اگه یه بلیت کوچیک برای یک تئاتر یا یک اتوبوس دارین طراحی میکنین، سعی کنین که احترام بذارید به مخاطبتون و طراحی خوب رو براشون انجام بدین. برای همین اسکیل کار و اون اندازه فرقی نداره. خیلی عالی، خیلی ممنون پرسای عزیز. ازت تشکر میکنم. به امید اینکه بعدا دوباره با هم حرفای بیشتری بزنیم. مرسی روشنک جان. میدونم اینجور کارا خیلی زحمت داره، خیلی وقت گیره و خیلی پشت صحنه تو باید چیزهای زیادی رو آماده کنی برای یه مصاحبه یا پادکست اینطوری. برای همین واقعا ازت قدردانی میکنم بابت زحماتی که داری میکشی. خیلی ممنون. خداحافظ. قربونت تو. ممنون از کسایی که به ما گوش دادن. خداحافظ. از اینکه با ما همراه بودید متشکریم. لطفا در اپیزود بعدی هم با ما همراه شوید تا گفتگوی الهام بخش دیگری رو با یکی از زنان ایرانی در طراحی گرافیک بشنوید. Thank you for listening to this episode. Please join us next time for another inspiring interview with one of the Iranian women in graphic design.